به نام خدا و با سلام خدمت همه همراهان گرامی. جلسه 24 رو در خدمتون هستیم و این جلسه در ادامه جلسه قبلی هستش که ضبط میشه. در جلسه قبل در مورد تریپل تپس و سی پی درایو ها صحبت کردیم، در مورد دو تا الگویی که مرتبط هستش با سی پی درایو ها قرار بود در همون جلسه صحبت کنیم. ازشون اسم برده شد، کنکن و اسپایک، اما به خاطر طولانی شدن جلسه قبلی از نظر زمان ضبط ویدیو این دو تا الگو رو موکول کردیم که در یک جلسه مجزا در موردشون صحبت کنیم و در این جلسه در خدمت شما هستیم با توضیحاتی در خصوص شناخت و کاربرد الگوهای کنکن و اسپایک. اینکه در گروه این یکی دو روز رو سوالا رو جواب ندادم چون دیدم که سوالها در خصوص الگوهای کنکن و اسپایک هستش. ما الگوهای کنکن و اسپایک رو هنوز در موردشون صحبت نکرده بودیم، بنابراین سوالها رو به همون حالت در واقع نگه داشتیم بدون جواب که انشاءالله تعالی برخی از جوابهای در واقع سوالهای مطرح شده در این جلسه عنوان بشه و اما الگوی کنکن. مطابق معمول اجازه بفرمایید که من این تصویر جلسه رو کلوز کنم و برای خط خطی کردن بیشتر وارد چارت بشیم و اما قبل از این که وارد مبحث این دوتا الگوی کنکن و اسپایک بشیم یه موضوع رو به عنوان یادآوری خدمت شما عرض کنم، اینکه ما کلاً توی بحث الگوهای پرایسی دو تا الگو، دو تا ساختار داشتیم که تشکیل شده بود از حرکت، استراحت و این حرکت و استراحت تبدیل به دو تا حالت می شد. یکی این که حرکت استراحت حرکت بعدی ادامه اون حرکت و یا این که حرکت بعدی خلاف حرکت قبلی و این دوتا الگو حالا به صورت مجزا بخوایم داشته باشیم به این حالت استراحت و این یکی، این رو هم از اینجا ورداریم و خب این دوتا الگو، الگوی کپس و الگوی رالی بیس رالی یا معکوسش هیچ فرقی نمیکنه. دوتا الگو بودش که به ما نواحی پرایسی میداد. اما بحث جلسه قبل در خصوص شناخت سی پی ها و به خصوص سی پی درایو ها که اومدیم توی اون توضیحاتی که در واقع خدمت شما ارائه کردیم توی بحث تری درایو ها که الگوهای هارمونیک بود رسیدیم به بحث سی پی درایو ها. یکی از دوستان توی جلسات قبل سوال کرده بودن که این تمایل توی الگوهای SO4 که یکی در واقع انواع حالتهای بیس توی بحث کپس ها بود، اون تمایلات رو سوال کرده بودن. من یه نمونه الان اینجا میبینم، حرکت، استراحت و حرکت. یک SO4 که تمایل حرکت CP به سمت نزولی و خلاف حرکت اول هستش، یک حرکت رالی، یک استراحت که تقریبا حالت ساید بیس و درجا زدن داره و معکوس شدن. حالتهای دیگه هم حالا انشالله هر زمانی که توی چارت چشمم بهشون خورد معرفی میشن. و اما توی بحث الگوی کنکن، الگوی کنکن تا اونجایی که به خاطر دارم ظاهرا اون دوستایی که خارج نشین هستند و کاوارو و بالماسکو نمیدونم از اینجاها رفتن میگن که یک قسمت اسم یک قسمتی از رقصی هستش که حالا مربوط به انگلیسی ها هستش احتمال زیاد یا سرخپوست ها هستش، دقیقا نمیدونم، میتونید برید سرچ کنید و پیدا کنید. این الگو به نوعی
همون الگوی SO4 هستش، همون الگوی کپساین پرایس هستش که ترکیب میشه با یک CP درایو. این که میگیم یک CP درایو توی حالت اصلی این هستش که شما یک حرکت رالی، یک حرکت بیس و یک حرکت دراپ دارید، یا معکوسش که میتونیم بگیم یک کپس دارید و این کپس یک خط گردن، یک خط نکلاین داره. این هم خط گردن و خط نکلاینش و گفته شده در الگوی اصلی این که قیمت به صورت یک تری درایو از این ناحیه خودش رو به سطح خط گردن میرسونه و اگه این اتفاق افتاد اون موقع شما یک الگوی کنکن دارید. اما همونطور که میدونید توی بازار همیشه اونقدر شکل و شمایل روتین و اونقدر کلاسیک حرکت نمیکنه که شما حتما اینجا یک تری درایو داشته باشید و اون تری درایو با اون شرایطی که خدمت شما عرض کردیم کاملا هارمونیک باشه و بیاد تری درایو خودش رو به ناحیه خط گردن برسونه، به نکلاین الگو برسونه و اگه این اتفاق افتاد اون موقع شما یک حرکت CP دارید که حالت حرکتش در واقع به صورت فشرده خودش رو به این ناحیه میرسونه. چرا دیگه نمیگیم که تری درایو دارید؟ به خاطر اینکه گفتیم توی بازار ممکنه همیشه اینقدر کلاسیک نباشه و دستکاری که با اجازه بزرگترهای فامیل توی این مبحث داریم این هستش که اصلا لزومی نداره که قیمت به صورت تری درایو به این ناحیه برسه. هر حالتی، هر الگویی، هر پترنی که شما میشناسید و قیمت خودش رو به این ناحیه برسونه مورد قبول هستش و این گره معاملاتی که در این بیس به عنوان نکلاین هستش مورد مد نظرمون در واقع هستش و اینکه قیمت میتونه به صورت یک حرکت A B و C خودش رو به اینجا برسونه، میتونه به صورت یک اندینگ برسونه، میتونه به صورت یک گوه برسونه، میتونه به هر شکل و شمایلی که شما میتونه حتی بیاد اینجا درجا بزنه، اینجا یه بیس دیگه تشکیل بده و به صورت شارپ و به صورت با حرکت مومنتوم خودش رو به این ناحیه و به این سطح برسونه. تنها ایرادی که مثلا در حرکت شارپ و با مومنتوم وجود داره این هستش که اکثر اوقات تریدرهای عام و تریدرهای خرده پا از حرکت‌های شارپ میترسن و یه نمونهش همین امروز اگه اشتباه نکنم توی گروه داشتیم بحث میکردیم، توی طلا بود و طلا در تایم فریم 1 ساعته اگه اشتباه نکنم. خب ما اینجا یه ایندیکیتور داریم به اسم ST T-Rex Advisor. من این رو به خاطر اینکه ذهن ها منحرف نشه دلیت کنم و یا این که اصلا از یک تمپلیت لخت و اوریان مثلا اینجوری استفاده کنیم. و موضوع اصلی ببینید وقتی شما یک سطح، یک ناحیه دارید و این سطح، این ناحیه شما که بریکوت شده و قیمت یک دبل چی اسمش چی بود؟ دوتا بالای دبل تاپ زده و فاصله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و 17 تایی بین دوتا قله که قبلا هم خدمت شما عرض کردیم، یا اینکه شما از تریگر لاین موربی که از سطح ما قبل این حرکت به دری که در واقع اتفاق افتاده میاید نکلاین رسم میکنید، بریکوت و رسیدن به سطح یعنی شکستی که مأموریتش انجام شد. و همینجا وقتی این حرکت شارپ اومد و به این سطح رسید گفتم حالا کی جرأت داره و مرد میدان کی هستش که بیاد اینجا بای کنه. بای تا کجا؟ بای تا سطح خودکشی. یکی دو تا از دوستایی که اومدید و
آه و ناله و فغان و نمیدونم اینکه ای خدا چرا اردر ما ست نشد، اونجا گفتم اونقدر سفت و خسیس هستید که حتی حاضر نیستید یه چکه آب از دستتون بچکه و یه قطره آب از دستتون بچکه. و خب چه لزومی داره صفر پپ بیاید اینجا و اوردر ست کنید؟ اینو یه پپ ازش بگذارید، یه نیم پپ ازش بگذارید. شما میدونید که بازار وقتی حرکت های شارپ و با مومنتوم داره، واید شدن اسپرد رو هم دارید و فکر میکنم این یکی از اینا داره. اسپرد دارید، واید شدن اسپرد دارید. خب این واید شدن اسپرد میتونه باعث بشه که اوردر شما فعال نشه و اون وقت بیاید به زمین و زمان گیر بدید که چرا اوردر فعال نشد. موضوع حرکت شارپ هستش. مطابق با اون دیدگاهی که قبلا خدمت شما عرض کردیم، گفتیم هر کاری بازار میخواد انجام بده، به قول عمو پورنگ، هر کاری میخواد بکنی بکن ولی خونه رو کثیف نکن. اون خونه رو کثیف کردنه این حرکت شارپه که معمولا میگم به اشتباه باعث میشه که اکثر تریدرهایی که توی بحث‌های رفتارشناسی حرکت یه مقدار حالا ضعیف‌تر هستن از حرکت‌های شارپ بترسن، در حالی که حرکت شارپ یعنی این که اون مگنت بودن ناحیه برای آوردن قیمت جهت فعال شدن اوردرهای سمت مخالف. و تازه این اتفاق که بیفته شما یه دونه کنکن سمت مخالف دارید، پس بنابراین میتونید انتظار داشته باشید که قیمت مجددا برگرده به این ناحیه. اما ببینید همه این حالت ها برای ما قابل قبول هستش، اما در حالتی که سی پی درایو باشه، در حالتی که تری درایو باشه، اون موقع ارزش و قرب بیشتری داره و میتونید روی این الگو حساب کنید یک حرکت شارپ و با مومنتوم. من بگردم دنبال، ببینید یک حرکت شارپ ریزشی، یک درجا زدن، تمایل به صعود و یک حرکت شارپ بعدی. همینجا الان داغ دل آقای الان اسم ببرم فردا میرن توی پیویش و نه اسمم نمیبریم دیگه. و یک حرکت شارپ ریزشی، یک بیس، یک حرکت شارپ صعودی، یک حرکت درایور 1 2 3 و یک حرکت 1 2 3 و 4 و اینا رو انشالله امروز در موردشون صحبت خواهیم کرد توی بحث اسپایک ها و گره های معاملاتی که این حرکت های کپس ایجاد میکنه. یک درایور، یک سی پی، یک SO4 که تمایل حرکت بیسش به صورت درایور به صورت سی پی در راستای حرکت هستش. اون مخالفش هم که توی کجا بود؟ توی نفت دیدیم، یک حرکت شارپ، یک سی پی درایور و یک برگشت. و اگر قیمت توی بحث آقازاده چی بود اسمش؟ کنکن، اگه قیمت به صورت درایور خودش رو به ناحیه نکلاین برسونه، اون موقع یک الگوی کنکن مطابق با تعریف شکل گرفته، اما ما زیاد به سی پی بودن توجه نداریم و اون چیزی که برای ما اهمیت داره این هستش که ناحیه ما بک نس نخورده و فشار و مومنتوم حرکت به سمتی باشه که به هر حال اون حرکت های شارپ جزء حرکت های جعلی نباشن. انشالله اگه خدا بخواد شاید در جلسه آینده یه مقدار در مورد اینگولف و استاپانتر و حرکت جعلی و ترکیب سی پی ها و حرکت های شارپ با دیدگاه سفارشات یک کوچولو صحبت کردیم. اما این کلیت بحث آقازاده کنکن و خب اینا رو توی ادامه مبحث در موردشون صحبت خواهیم کرد. من دنبال چی میگردم؟ من دنبال نخود سیاه ها، این جفت ارز و بارها توی گروه شما توی کانال شما در موردشون صحبت شد. یک حرکت شارپ، یک سی پی که در واقع اتفاق افتاد و یک درایور، حرکت درایور بعدی و حرکت درایور بعدی در
یک حرکت ببینید شارپ صعودی و شارپ برگشت. این حرکت شارپ صعودی در جا زدن و برگشت رو شما قبلا هم به عنوانها و اسامی دیگه این رو میشناختید، از جمله مثلا شما الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی رو که یک کندل حداقل استاندارد داشتید، یک دوجی، یه فرفره، یه بچه سر راهی داشتید و این مثلا صعودی آبی و این هم نزولی مورنینگ استار و ایونینگ استاری که در گذشته داشتید توی بحث کلاسیک بود. زمانی که میخواستیم بیایم وارد بحث پرایس بشیم، اگه خاطرتون باشه یه الگو رو معرفی کردیم، گفتیم که یک حرکت بزرگتر، یک حرکت با مومنتوم تر نسبت به اون حرکت استاندارده، یعنی یک لانگ بار بودش، لانگ بار رفت، یک درجا زدن، یک بیس و یک لانگ بار برگشت که گفتیم اگه این اتفاق بیفته شما یک هیدن دارید در همین نواحی که انتظار دارید قیمت بیاد اونجا رو ببینه و این هیدن ها یک بار مصرف بودن، یک حرکت شارپ رفت و بیس و درجا زدن و یک حرکت شارپ برگشت، یک الگو که اگر قیمت به صورت سی پی، به صورت درایور، به صورت ما گفتیم دیگه به هر روشی که دلش میخواد بیاد و خودش رو به این ناحیه برسونه، آخرین کندل رنگ مخالف و قیمت به صورت درایو 1، درایو 2 و درایو 3 خودش رو به ناحیه رسونده. بنابراین میتونیم به نوعی این رو یک کنکن لحاظ کنیم. کنکن نیست، به خاطر اینکه یه سری شرط هایی توی کنکن هست، اینکه این لگ بزرگتر از این لگ، این لگ در واقع لنگ جمع شده هستش توی رقص، این روی پاش واسطاده، اینجا اومده پا پایین. من اون اکثر رو پیدا کنم بعدا انشالله توی گروه خدمت شما میگم. این هم جمع شدن پا، زانو و ادامه حرکت برای پایین رفتن، یعنی یک پایی که این یه پایی که جمع شده اومده بالا و تو اون عکس ببینیم انشالله کاملا این حرکت خودش رو مقایسه میکنید و اون در واقع لگ حرکتی که وجود داره، نکلاین، خط گردن، همش توی این ناحیه بیس، این در واقع میشه سر، این میشه خط گردن و الی آخر. این باید پایینتر توی این حالت باشه و این بالاتر باشه که فضا برای حرکت و اون روم تو رانه وجود داشته باشه. تمام اون شرایطی که برای آقازاده سی پی ها گفتیم اینجا حواستون بهش باشه. و توی بحث سی پی ها اگه خاطرتون باشه توی بحث درایورها ما توی درایو یک سطح و یک ناحیه داشتیم که گفتیم اگه در درایو 3 اومدیم وارد بازار شدیم، 1 و 2 3، 2 رو گفتیم مهم نیست، نه اینکه مهم نیست، به هر حال اونم توی تایم خودش یه پیوت هستش، مهم هستش، اما برای تصمیم گیری این دوتا سطح، این دوتا ناحیه‌ای که وجود داشت، یه دونه برای تپس بود و یه دونه برای درایور بود. قیمت اینجا برای ما محلی برای چی هستش؟ برای بای هستش و اینجا اگه بخوایم بیایم سیگنال ببینیم میتونیم وارد بازار بشیم برای مثلا یه حالت سی پی بیاد پایین و اینجا برگرده مجددا یک الگو که شما میتونید از مارکر پشت سر و از این در واقع سطح هم استفاده کنید. اینجا هم نکلاین، این هم آخرین کندل اون توان و زور و حرکتی و حرکتی که وجود داره، ادامه حرکت، تحلیلی که از قبل در واقع وجود داشت. این یکی از اون الگوهایی که شما میتونید برای آقازاده کنکن در نظر بگیرید. من مدام توی چارت میچرخم که اگه یه زمانی الگوی شکیل و کلاسیکی در این خصوص دیده شد خدمت شما روی اون بحث کنیم. و اما سوادم، خب ظاهرا در سوادم چیزی بیشتر وجود نداشت. اینکه بعضی وقتا میگم سوادم به خاطر این هستش که
بریم مثلا توی یه دونه از این سایت ها و یکی از جاهایی که سوادم توش وجود داره این سایت هستش، مملو از مقاله ها، مملو از در واقع اطلاعات، مملو از هر اون چیزی که شما نیاز داشته باشید در واقع میتونید توش پیدا کنید. از جمله یکی از مسائلی که حالا بعضیات نمیدونم بشکنه چی بود، اون دو تا مرغابی بودن فکر میکنم که این و اونور اون لاک پشته رو داشتن میبردن بالا و اون بالا حرف میزنه دهنش باز میشه بعد میفته پایین. گفته بود که چی توی سوم ابتدایی چهارم ابتدایی بود که لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود. و یه زمانی حالا به هر حال بعضیا الان از خیلی از ماها دو آتیشه تر شدن توی بحث مثلا همین بحث اسپایکی که میخوایم واردش بشیم. خیلی ها فکر میکنن که ندیدن نون گندم دیدن دست مردم، فکر میکنن که مثلا خیلی از این مباحث برای بحث آقای ایف هستش، در شرایطی که اصلا اینجوری نیست. مثلا شما اگه سایت آقای ایف رو که خیلی از شماها و ما مدیونش هستیم، من به خاطر بحث این گلف ها هر آنچه که دارم از ایشون دارم و ولی خب به هر حال بحث اسپایک ها اصلا برای ایشون نیستش. شما توی سایت ایشون بخواید نگاه کنید مثلا اون پایین خود سایتش 2012 تا 2019 در واقع فعلا حالا ادامه 2012 هست. شما بحث اسپایک ها رو تو همین سایتی که الان گفتم نگاه کنید برای 2008 هست، یعنی 4 سال قبل این الگو بوده، این بحث بوده و هر کسی که طبق اون فرمول اصلیه، هیچ کسی با چنگال اندروز به دنیا نیامده است. البته یه چیز خیلی جالبی هم که اینجا حالا اومدیم وجود داره، من اون بالا 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 شما میتونید زحمت بکشید و برای همین مباحث برید و چیه یه سر میاد کوکیه نمیدونم چیه کوکی یعنی کلوچه نمیدونم. خب برید یه چیزی حول و حوش 23,997 یورو بدید. یورو به نرخ امروز تا اونجایی که یادم هست در حواله یورو اسکناس یورو حواله 14,000 یا الله کجاست ماشین حساب اینجا 14,550 ضرب داره 20 چقدر بود 23,000 خورده ای ضرب داره 23,997 23,997 و 350 میلیون بدید برای 1 سال در کنار آقای ایف بودن رو تجربه کنید. یکی از دوستان توی یکی از این گروه هایی که ما بهش میگیم که گروه عذرخواهی میکنم باز دوباره وارد بحث حاشیه نشیم، توهین نیست اگه مثلا یه وقتی میگیم به یکی میگیم حرامزاده، حرامزاده معنی مجاز هم داره. توی همین اینترنت مثلا شما بخواید بیاید سرچ کنید، من قبلا این کارو کردم دیدم که زیاد فوش بدی نیست، معنی لغوی و یا الان میگن که آقا این چیزا چه ربطی به ما داره، به کار زندگی ما رو انداختی نشستیم اینجا جوکای چه میدونم مسخره بازی های شما رو داریم گوش میکنیم و حقه باز و زیرک و بدزاد، حیله‌گر و فتنه انگیز معنیش هستش و زیاد هم بد و بیرا نیست. و اما خب یه بنده خدای اومده بود و میگفتش که مثلا سبک فلان، سبک آقای فلانی، سبک فلانی اینا هیچ چیزی نداره، شما برید 1 سال اونجا ببینید که چه چیزی داره که شما میخواید ازش یاد بگیرید و 350 میلیون پول بدید و به هر حال شاید داشته باشید و توی ایران هر چیزی که رایگان و مفت هستش احتمالاً بی ارزش هستش. و اما ببینید 2008 بحث اسپایک و
و بحث لیکویدیتی گپ و بحث هایی که در واقع تو این زمینه وجود داشت. حالا انشالله برمیگردیم اینجاها رو میبینیم که این حضرات چه دیدگاهی دارند و در مورد آقازادی اسپایک. بیایم اینجا. خب یکی دیگه از اون الگوهایی که در کنار CP درایو وجود داره این هستش که شما یک سطح دارید. این سطح میتونه حاصل از هر دوتا در واقع حالت باشه، یعنی اینکه یک حرکت رالی بیس رالی دارید و یک گره معاملاتی دارید. قیمت زمانی که داره حرکت میکنه و به سمت این گره میاد، یا اینکه شما یک در واقع ناحیه یک گره معاملاتی دارید که این گره معاملاتی مثلا یک حرکت چی بود، مثلا دراپ بیس و رالی دارید و الان اینجا هم یک گره معاملاتی دارید. هیچ فرقی نمیکنه. موضوع اصلی اینه که زمانی که قیمت داره میاد و خودش رو به این ناحیه و به این سطح میرسونه، بعد از اینکه یک حرکت شارپ داره میره توی فاز ترمز ABS و میگیره ول میکنه و میگیره ول میکنه و یه بار جهیدی ملخک، دو بار جهیدی ملخک، به صورت CP و به صورت CP درایور خودش رو میاد و به این گره معاملاتی میرسونه و این بحث حرکت شارپ، حرکت با مومنتوم، و CP حرکتی هستش که به عنوان اسپایک هستش. توی بحث اسپایک ها نواحی وجود داره که به عنوان گره های معاملاتی به حساب میاد. این نواحی شامل چه چیزهایی میشه؟ ما اینجا بیایم و شروع کنیم. یک حرکت اسپایک، یک الگوی اسپایک که خیلی از شماها اون رو به اسم فلگ یا به اسم پرچم هم حتی میشناسید، شامل یک حرکت با مومنتوم و یک میله هستش. حالا صعودیش یا نزولی هیچ فرقی نمیکنه. این حرکت میله نشانگر این هستش که شما بتونید از طول این حرکت بیاید و تایم فریم الگوتون رو مشخص کنید. میاید اونایی که میرید جوک تعریف میکنید، جوک تعریف نکنید و بیاید یه دونه از این آقازاده های طول حرکت رو بگیرید. مثلا 44 تا از اینجا حرکت شروع شده اومده تا اولین حرکتی که معکوس داره میکشه 44 تا 45 تا بود و اسپایک های ما چی بودن؟ اسپایک های ما حرکت هایی بودن که 3 برابر طول استاندارد رو داشتن. اینجا هیچ ATRی وجود نداره، میایم یه دونه ATR بهش اضافه میکنیم. از اینجا مثلا ATR پریود 264 خوبه، اشکال نداره، این هم ATR. خب در تایم فریم 1 ساعته ATR تقریبا 10 3 تا 10 تا 30 تا، در تایم فریم 24 تا تقریبا 60 تا حالا بخوایم در نظر بگیریم، چون 2.14 هم قابل قبول بود، یا مثلا 25 تا 75 تا حرکت اگه داشته باشیم تا اولین جایی که معکوس میکشه این 60 خوردی، یعنی یک الگویی داریم که تقریبا برای تایم 4 ساعت هستش. و توی بحث CP ها اگر خاطرتون باشه گفتیم ما مجاز هستیم در یک تایم فریم پایینتر اون رو نگاه کنیم و اینجا این حرکتی که از این بیس شروع شده و حرکت کرده تا اینجا یه چیزی هولوش اولین کندل معکوس 47 تا که ATR نزدیکمون احتمالا هولوش 15 تا باید باشه، 3 تا 15 تا 45 تا، یعنی میتونیم برای 1 ساعته هم اینو لحاظ کنیم. اولین کندل معکوس رو هم اینجا میتونیم ببینیم. پس به دست آوردن تایم فریم اسپایک از طول حرکت، این طول حرکت، این میله
طبق اصل و قاعده اولیه باید میله باشه، یه تیکه باشه، یک حرکت در یک کندل که حداقل 3 برابر ATR اون تایم حرکت کرده باشه. اما شما اگه خاطرتون باشه توی بحث لگ های حرکتی گفتیم یه لگ، یه پول بکی که داشتیم سر جای خودش و یک لگ بعدی که داشتیم لگ ضعیف بود، لگ قوی بود، لگ قوی تر بود و یک آخرین حرکتی که دیگه وجود داره حی علی الصلاة هستش و قد قامت الصلاة و این میله، این پرچم که وجود داره. من بقیه رو اضافه ها رو پاک کنم. پس تایمرش که مشخص کردیم، تایمش رو کی میتونیم اجازه داریم بخوایم بیایم اندازه گیری کنیم؟ جایی که اولین کندل معکوس رو مطابق با طول اون حرکت مشاهده کردیم. اما یه قانون میذاریم، یه تبصره میذاریم که اگه حرکت های شارپ و در واقع رالی هایی با مومنتوم بالا داشتیم که درش نویز وجود نداشت، اگه این حرکت شامل چندین کندل هم بود برای ما ایراد و اشکال نداره. اون رو هم میتونیم به عنوان، یعنی اون حرکت های لگ های حرکتی قوی ترین رو هم میتونیم جزء حرکت های اسپایک در نظر بگیریم و وقتی تایمش مشخص شد اون موقع این حرکت یک منشأ حرکت داره، جایی که بیس و منشأ حرکت هستش کندل سمت مخالف و درجا زدن های این درجا زدن و این حرکت، این درجا زدن و این حرکت، این درجا زدن و این حرکت. وقتی این اتفاق میفته پس یک میله، یک ناحیه‌ای که به عنوان بیس اسپایک اون بالا بودش، این پایینی رو به عنوان بیس پل در نظر میگیریم. این پل، این میله و بیس میله، بیس پل و این یکی از نواحی، این دومین جزء حرکت و سومین جزء حرکت. برای اونایی که رفتن سربازی میدونن که داریم راجع به پرچم صحبت میکنیم. این که پرچم یه دژبانی که اینجا وامیستاد و زمستانهای لشکر 64 قوشچی، ارومیه، سلماس و یخ میزدن و میافتادن، یه دونه گره اینجا داره، یه دونه از این حلقه ها داره این حالتی و یه دونه حلقه هم این بالا داره. چه زمانی این حلقه ها، یه دونه نخم بود که سر زد از افق مهر خاوران و پرچم مقدس، زمانی من نمیدونم چرا اصلا کلا ما توی اسلام همه چیزو با پول میتونیم بخریم. نماز نخونید میتونید بیاید پول بدید بخرید، روزه نگیرید میتونید بیاید پول بدید بخرید، میتونید گناه کنید کفارش رو پول بدید بخرید و الی آخر. این آخریش هم که دیگه میتونید خدمت نظام مقدس رو اگه پول دارید بخرید، دیگه پا نچسبانید و احترام نذارید. خب بگذاریم بریم سر وقت کی میشه که این زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. و خب این دوتا میله زمانی که شما اولین کندل معکوس و رنگ مخالف رو دارید، اون بالا یه دونه از این حلقه ها ایجاد میشه، یه دونه از این سی پی ها، یه دونه از این درایور ها این بالا اتفاق میفته و ناحیه اصلی سطح پرچم شما مشخص میشه. به این درایو یکی که اینو چه رنگیش کنیم خدا رو خوش بیاد، مثلا این رنگی، نمیدونم، این گره، این بیس، این بالا اتفاق میفته. به این گره میگیم گره درایور یا گره ایریا. درایور یک در این الگو به عنوان ایریا اتفاق در واقع اسم داره و اتفاق نظر علما روی این بوده که این گره رو اسمش رو به عنوان ایریا نامگذاری کنیم. و اما تا چند کندل میتونست بیاد پایین؟ تا 1000 تا کندل. و
تا 1 کندل، 2 کندل و ماکسیموم مثلا تا 3 تا کندل میتونه این حرکت ادامه دار باشه و میتونه بیاد از ته چارت هم در بیاد بیرون. اما زمانی که قیمت میاد و اولین، ببین شما هنوز این گره رو اینجا ندارید، این حلقه رو اینجا ندارید، زمانی که اولین کندل رنگ موافق میله و اسپایک زده میشه اینجا، اون موقع شما یک گره دیگه دارید که در این ناحیه هستش. این گره رو شما باید بیاید در دل این میله پیدا کنید اینجا. تا اون موقع اصلا نمیدونید مثلا این گره اینجا هست و گره‌ای وجود داره. چرا بازار اومده و از اینجا برگشته؟ به خاطر اینکه در دل این میله یه دونه اینجا حلقه و گره وجود داره و این گره با اون بالایی به عنوان ایریا، این پایینی به عنوان بیس فلگ هستش. پس بیس ایریا، بیس فلگ و این پایینی هم که بیس پل. 3 تا عنوان هایی که در واقع برای این گره ها در نظر گرفته شده. و اما هر جای شما حرکت های شارپ لانگ و با مومنتوم داشتید، یک گره دیگه هم دارید، یک گره هیدن گپ که در مرکز حرکت شارپ وجود داره و زمانی که این اتفاق افتاد اون موقع چهارچوب اصلی تشکیل یک بیس میتونه اتفاق بیفته. یک بیسی که این دفعه دیگه چندین کندل بودن در جا میزدن و بالا و پایین میشدن، اون موقع این اتفاق که افتاد یک بیسی اینجا دارید که کل این محدوده و این پرچم و این در واقع ناحیه رو به عنوان بیس اسپایک میگیم. بعضی وقتا به همین گره‌ای که اینجا هستش که به عنوان بیس فلگ هستش هم بیس اسپایک گفته میشه، اما بیس اسپایک برای این درجا زدنه هستش. الان در این حرکت شما یک بیس دارید، این حرکت از این بالا و تا این پایین یک فلگ، یک پرچم، یک در واقع اسپایک هستش و این هم بیس اسپایک هستش که داره اتفاق میفته. بعد از این بازار میتونه حالتهای مختلفی بگیره، از جمله این که وقتی شما 2 یا 3 کندل در این راستا دارید مطمئناً یک چی داشتید؟ بگید دیگه، کمک کنید. و یک پیوت داشتید. آلزایمر رو خدا زیادترش کنه. یه پیوت داشتید و این پیوت یک سطح داخلی داشت و یک FTC داشت و قیمت میتونه بیاد این سطح رو ببینه، برگرده به سمت پایین. اون درایورها و اون CP هایی که گفتیم میتونه در این راستا شکل بگیره به سمت پایین، بیاد در واقع بشه یک اینوری، یه دونه دیگه و یه دونه دیگه به این حالت و درایورها در واقع به صورت یک در این وری بود به صورت یک گوه باشه و توی گوه ها ما حرکت مثلا سعودی داشتیم، یک گوهی داشتیم که به این حالت می اومد اصلاح می کرد و یا اینکه به صورت اندینگ باشه که دوستایی که آقازاده هایی که در واقع الیوت کار میکنن یک دیاگونال باشه، یک اندینگ باشه، یک الگوی میتونه مثلا حرکت هایی که اینجاها اتفاق میفته به صورت یک الگوی ولفی باشه. ببینید هر شکل و شمایل و هر الگویی میتونه بیاد که به صورت درایور هستش، به صورت CP هستش، به این حرکت بچسبه و تشکیل اون الگوه رو بده. اما اون چیزی که ما به دنبالش هستیم این هستش که انتظار داریم قیمت بعد از این حرکت یا بعد از این حرکت حد اقل ممکن، گفتیم 3 تا حرکت یک برگشت و 3 حرکت یک برگشت در واقع الگوی چی بود اسمش؟ فیبوش و یا الگوی شیبو، هر اسمی که میخواید روش در واقع راحت تر هستید به اسم اینو بذارید، مثلا چه میدونم ترسیم
1.3 و انتظار این هستش که قیمت بیاد و به اندازه، ببین من میخوام این رو برسونم به اینکه بیاد و مثلا 38 و این 33.33 رو ببینه که تقریبا حالا مثلا معادل اون 38.2% هستش. زمانی که ببین تا زمانی که نیومده و 1/3 رو برگشت نداشته، شاید شما نتونید اینجا رو به عنوان گره لحاظ کنید و ما همیشه توی بحث اسپایک ها یک گره‌ای داریم توی رفتارشناسی حرکت، توی تریگر پرایس اکشن به اسم گره شناور و گره شناور یک گره موقت میتونه باشه که برگشتی معادل 1/3 رو نداشته و زمانی که قیمت برمیگرده و میاد 1/3 رو میبینه، اون موقع شما در دل این حرکت باید برید در تایم تریگر و اینجاها یک گره معاملاتی پیدا کنید برای اینکه گمش نکنیم این کندل رو، این کندل و تایم پایین. این اون گره معاملاتی هستش که قیمت برگشته اومده و گره معاملاتی خودش رو دیده اما اینگولف نکرده. تا زمانی که این گره اینگولف نشه، ما انتظار حرکت بیشتر به سمت پایین رو نداریم. ضمن اینکه شما همینجا هم توی این تایم هم نگاه کنید، یک حرکت شارپ صعودی داریم، یک برگشت داریم. برگشت اول یکی، این بالاتر 2 تا، این 3 تا، از 3 برگشت اومده زده توی سر 1 و تبدیل شده به تریپل تپس و 1 2 3 4 که بالا و 5 که ناقص شده. یه موضوعی مطرح شد چند سال پیش که یه بنده خدایی از آمریکا توی گروه ما بود و میگفتش که من اومدم مأمور مخصوص حاکم بزرگ هستم و اومدم ببینم که این سبک و این در واقع روشی که شما دارید میگید چی هستش و اینو دسته‌بندی میکنم، گزارش میکنم به بیگ بویز ها، به نمیدونم آقازاده ها، به آیتی ها، به نهنگ ها و الی آخر، که در واقع این که اصلا نهنگی وجود داره نداره، بیگ بویزی وجود داره نداره، خودش یه بحثی هستش که انشالله توی جلسات آینده بهش اشاره خواهیم کرد. اما این باید حتما 3 تا درایو بشه، حتما 5 تا درایو بشه؟ نه، موضوع اصلی این هستش که این سی پی درایو ها میتونه بعضی وقت اصلا 2 تا بشه به صورت دایورجنسی، میتونه 4 تا بشه، ولی اصولی و منطقیش اینه که 3 تا و 5 تا. ولی اصل موضوع این هستش که اینگولف بشه. توی بحث اینگولف ها ما انشالله توی جلسات آینده باز هم این موضوع رو میگیم. الان چون یه کوچولو بهش نیاز داریم و از قبل هم در مورد اینگولف ها گفتیم، یه کوچولو بهش اشاره کنیم. بحث اینگولف و استاپ هانتر هستش. توی بحث اینگولف ها و بحث استاپ هانتر ها این هستش که ببینید باید قیمت بیاد و از اون سمت گره بیرون بیاد. این میشه اینگولف کردن. اینگولف کردن یک اصطلاح، یک واژه هستش که هم معنی و هم مفهوم استاپ هانتر هستش. و چرا استاپ هانتره؟ اون آقازاده هایی که میان مثلا در این کندل زیرو تریگر اینجا وارد پوزیشن بای میشن، استاپشون رو کجا میذارن؟ استاپشون رو میذارن زیر این گره در فاصله مثلا یه چیزی هلوشه چقدر؟ 4 پپ. پیوت اسلش 5 پپه و میان اینجا ست میکنن. حالا وقتی قیمت میاد برای اینگولف کردن، یعنی این که میاد استاپ هانتر کنه و استاپ هانتر خودش تقسیم بندی شده بود، اینگولف تقسیم بندی شده بود. و وقتی میگیم استاپ هانتر میکنه، وقتی میگیم اینگولف میکنه، یعنی این که میاد و استاپ ها رو میزنه. این که حالا این استاپ ها رو میزنه چه اتفاقی میفته؟ حرکت معکوس داره اتفاق میفته به سمت بالا، چون از این استاپ ها برای ورود در جهت در واقع مخالف
استفاده کردن و اونا رو جمع کردن حرکت کنن. این که این اینگولف شده معنی کلیمبرکوت بده یا معنی استاپ هانتر بده، چون اون موقع این اینگولف 2 تا شاخه میشه، یه دونه کلیمبرکوت میشه. کلیمبرکوت رو که ما ببین این لغت ها خیلی جاها استفاده شده و معنی و مفهومشون از نظر ساختاری با هم دیگه فرق میکنه. شما یه زمانی از نظر طول حرکت دارید که یک نفوذ دارید که به صورت اینگولفه، یک نفوذ دارید برای تایم بالاتر در واقع اتفاق میفته به صورت در واقع ETR بود، یک نفوذ دارید که به صورت CT بود و کلیمبرکوت بود، یه دونه داشتید که OT بود و طولهای حرکت بود. حالا این نفوذهایی که داره اینجا اتفاق میفته یک زمانی پاکسازی مسیر هستش. اون کلیمبرکوتی که میگیم پاکسازی مسیر هستش برای اینکه بازار در آینده برگرده و خودش رو به سطح پایینتر برسونه. بنابراین وقتی قیمت میاد در یک سطحی نفوذ میکنه، اونجا رو اینگولف میکنه یا استاپ هانتر میکنه یا کلیمبرکوت میکنه، اصلا دلیل بر این نیستش که همین الان میخواد بره پایین. چون توی بحث اینگولف ها این موضوع هم مهم هستش که قیمت در سمت مخالف چه کار کرده. اینجایی که این شادو رو زده، این شادو خودش رو به کجا رسونده؟ بریم ببینید اگر این شادو می اومد و در این گره منشأ حرکت نفوذ می کرد، پس اون موقع حق تقدم اینجا رو هنوز نفوذ نکرده. اگه می اومد اینجا رو نفوذ می کرد، ببینید یه دونه اینجا گره داریم، یه دونه اینجا گره داریم، و یا این که میرفت اونجا رو نفوذ میکرد. فعلا در حال حاضر هیچ کدوم از این دوتا گره ها اینگولف نشدن. پس تا زمانی که مادامی که یک گره دارید و قیمت اونو اینگولف نکرده یا کلین نکرده یا استاپ هانتر نکرده یا توش نفوذ نکرده، وجود سفارش در اون گره هنوز محتمل هستش. اما اگر یک زمانی قیمت بیاد و گره پیش رویی که داره رو توش نفوذ کنه، مثلا اینجا بیاد نفوذ کنه، وقتی داره برمیگرده میاد پایین، اینجا رو نفوذ کرده، پس در آینده از یک گره سمت پایین تر توی جلسات آینده هم صحبت خواهیم کرد، میاد و اینجا رو رد میکنه. خب این از این. اما اگه اینجا رو نفوذ کرده بود بعد دوباره بیاد اینجا رو نفوذ کنه، چه اتفاقی میفته؟ میشه حق تقدم و حد تأخر، یعنی این که قیمت میاد میره اون بالا و اینجا رو یه بدهکاری داره، میره توی سطح بالاتر، دوباره برمیگرده میاد در سطح پایینتر. این بحث رو نگه دارید، جز مباحث امروزمون نیست. امروز فقط شناخت آقازادی الگوی درایورها هستش و یک حرکت شارپی که ببینید اینجا اگر این حرکت شارپ، اینم برای 2 تا جلسه بعده و من دیگه دارم همه رو یواش یواش جمع‌بندی میکنم به صورت چارت خوانی. اگه این حرکت شارپ منشأ یک حرکت صعودی بود و دیدگاه اون بالا عوض نشده بود، قیمت به هیچ عنوانی و تحت هیچ شرایطی نباید بیاد و بیس حرکت اسپایک رو اینگولف کنه. اگر بیاد و بیس حرکت اسپایک رو اینگولف کنه، یعنی اینکه مقدمه حرکت برای یک دورخیز و ادامه حرکت هستش و اینجا هیچ دیدگاه بایی وجود نداشت. پس قیمت چی هستش؟ میاد و به راحتی سل میشه. قیمت سل شده، اینجا هیچ دیدگاه بایی وجود نداشت، اما ببینید قیمت اومده حالت تسویه گرفته، حالت CP گرفته، حالت درایور گرفته، 1 2 3 برمیگرده به سمت 1 و زمانی که برمیگرده به سمت 1 اگر نتونه 1 رو بشکنه و بره به سمت بالا، اینم که از این 3 داره برمیگرده، اگر قیمت اینجا که درایو 1 رو زده بود، ببینید
توی محدوده های 33 و اینجا که اومده بود درایو 1 رو تشکیل داده، اگه این گره‌ای که اینجا پاس دادن دوتا کندل اف الی که اینجا بود، این رو اگه اون زمان اینگولف میکرد، از درایو 3 که برمیگشت به احتمال بسیار زیاد میتونست از همینجا حرکتش رو شروع کنه، اما اینجا رو اینگولف نکرده، میاد برمیگرده. اون موقع این درایو 3 مطمئناً یک سطحی، یک گره‌ای رو باید از تایم اونور، خدایا ضایع نشیم، دعا کنید برای من، بریم به سمت این گره که این گره باید اینگولف می شده. و اینجا چرا اونو بردم بالا؟ اینجا این گرهه، اینو میخواستم جابجا کنم، اینجا باید اینگولف میشده. حالا یه ایرادی اونجا هست، مطمئن باشید یه ایرادی توی شناسایی اون گره هستش، چون در شرایطی این آقازاده میتونه بیاد بره پایین که اومده باشه و سطح پیش رو و سفارشاتش رو چکار کرده باشه؟ جمع‌آوری کرده باشه، میره برای همون 5 تایی که گفتیم، 1 2 تا و 3 تا. بعضی از دوستان توی گروه سوال میکنن که نحوه شمارش به چه حالتیه. من الان اینو بگم 1، اینو بگم 2، رفته بالا برگشته، اینو بگم 3 و رفته بالا اومده 4. نه، شما بیاید و در یک محدوده، در یک ناحیه‌ای که مطابق با همون تایم فریمی که هستید، رنج در واقع حرکت رو در نظر بگیرید، اما میتونید شمارش ها رو در سی پی ها و فشردگی ها به صورت کندل هم نگاه کنید و این همون جایی هستش که اومده. چرا رفته پایین ترش الان اینجا مشخص هستش. اینجا اون گره‌ای که داشتیم یک گره لانگ شادو هستش و لانگ شادویی که 50%ش دیده شده، پس بازار ازش رد میشه و به گره پایین تر میرسه و 1 2 3 4 و 5 توی تایم خودش ببینید، 1 برگشت، 2 تا برگشت، 3 تا برگشت و 4 تا برگشت و 5 تا برگشت و 5 تا درایوش رو تشکیل میده به صورت CP تپس و برگشت و ادامه حرکت به سمت منشأ حرکت. چرا اینجایی که داشتیم صحبت میکردیم بعد از تسویه زمانی که قیمت برمیگرده، یعنی اینکه داشتیم اینجا رو صحبت میکردیم، توی این ناحیه دیدگاه چی بود؟ گفتیم بای وجود نداره، سل وجود داره. سلی که وجود داره تسویه کرده، بنابراین زمانی که قیمت با تسویه برمیگرده دیگه اون دیدگاه الان بای هستش و همچنان مجددا روی همین سطح، روی همین ناحیه، اینجا یک سطح اصلی، یک واکنش، یک شکست و واکنش بعدی. این سطح مادام العمر به قوت خودش باقی هستش و شما از منشأ حرکت ها انشالله در مورد ترکیب حرکت های اسپایک، حرکت های لگ های شارپ و با مومنتوم در آینده هم صحبت خواهیم کرد. ولی این میشه یک ناحیه، یک سطحی که شما اگه همین الان بخواد بیاد پایین، اینجا رو برکت کنه، در دفعه بعد در سمت مخالفش میتونید بیاید و تصمیم بگیرید برای ترید کردن. تریدی که استاپ های چند پپی داشت، 5 پپی و تارگت های حداقل دیگه ریسک به ریوارد مثلا 5 به 25 رو بگیرید که 1 به 5 ترید کنید. اگه چند تا استاپ، ببین اصلا این که میگم اگه این کار انجام بدید، اگه نمیدونم چی بود استاپ خوردید ایراد نداره. اصلا کلا بحث پرایسی یعنی همین، نشه برید یه جایی ببینید که یه نفر میاد میگه من تریگر پرایس اکشن کارم، من نمیدونم رفتارشناسی حرکت دارم کار میکنم، اومده اینجا و میخواد وارد بازار بشه. این چه ارزیه؟ یه دونه از اینا بندازیم. چی بود؟ استی تریگر. ببینید و بخواد بیاد توی این ناحیه محاسباتی هستش و انشالله
همونطور که از قبل قول داده بودم یک کم خستگی در کنم، مطمئناً زیر قولم نمیزنم و بحث سشن ها رو در آینده همه شما مهمان من هستید، ولی یه کوچولو فرصت، یه فرجه میخوام تا یه سری کارها رو انجام بدم و همین رو هم میگم، همون جوری که فرمول گام های حرکتی رو گفتم. حالا یه سری دزدیدن بردن، چه میدونم، مثلا از اینجا ایراد نداره، سعید خاکستر رو برداشتن یا هر اسم دیگه‌ای گذاشتن، بذاره اشکال نداره و عاقلان دانن که چه خبر هستش. بگذاریم و در مورد تمام این فرمول ها، در مورد تمام گام های حرکتی در سشن ها، رفتار حرکتی در سشن ها، اونم مهمان من هستید و انشالله بعد از این دوره و بعد از این جلسه اومدیم و گروه ها و کانال ها رو دلیت کردیم. توی اون کانالی که یکی از ادمین ها به عنوان بکاپ درست کرده اونجا تشریف داشته باشید که در آینده اطلاع رسانی خواهد شد و جلسه رفتارشناسی حرکت در سشن ها رو به امید خدا به صورت کاملا رایگان در خدمت شما خواهیم بود. و حالا این که قیمت به صورت تسویه و به صورت درایور حرکت کرده و خودش رو به این ناحیه رسونده چون دیگه تسویه کرده، آیا ما اینجا مجاز به سل کردن نیستیم؟ چرا نیستیم؟ شما اینجا هم مجاز به سل کردن هستید. چرا؟ یک استاپ بسیار بسیار کوچیک و یک استاپ بسیار تنگ به قول بعضیا دارید و ریسک به ریواردا کلا ترید بحثمون منحرف شد. ترید پرایس اکشن کار، تریدری که در واقع داره روی گره های معاملاتی کار میکنه نمیاد اینجا وارد بازار بشه 1500 پپ بالاتر بیاد استاپ بذاره و بگه که چه میدونم مثلا من دارم ترید میکنم. نه، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی اون شخص، اون فرد، اون افراد، اون گروه، اونا پرایس اکشن کار نیستن. ممکنه کلاسیک کار باشن، ممکنه هر روش و هر سبک و سیاق دیگه‌ای بخوان کار کنن و اما بحث شیرین اسپایک ها، توی بحث اسپایک ها یه موضوع رو که در واقع هستش، ببینید ممکنه خیلی از زمانها شما وقتی که سی پی دارید، وقتی که درایور دارید و قیمت میاد و کندل چی بود در راستای دیدگاه شما میاد و یک کندلی در واقع میزنه و خارج میشه. این کندله اسمشو گفتیم آقای فولر بود، داره وکسلری میزنه، ممکنه دیگه بر نگرده، هیچ ایرادی نداره. اما در تری درایو ها، در سی پی درایو ها، در سی پی تپس ها، زمانی که آخرین درایور اتفاق میفته و شما که اینجا میتونستید بیاید مثلا با این درایور 4 بیاید به صورت چی بود استاپ هانتری اینجا وارد بازار بشید و بسته شدن قیمت اینجا بالای این کندل که نقض سد کرده اینجا ورود بود و به سمت اون بالا، اما اینجا همین برگشت، همین گره در آخرین درایوری که اتفاق میفته، شکل و تصویرش فکر میکنم در گروه و کانال هستش، میشه جایی که شما انتظار دارید بازار مجددا برگرده، حتی اگه مثلا تری درایو بشه، حتی اگه سی پی درایو بشه. ببینید یک حرکت دارید به این حالت و قیمت میاد اولین برگشتش رو انجام میده، اولین درایور رو میزنه. اینجا یه دونه گره شناور داریم، متاسفانه بعد از سالها تحقیق و بررسی هنوز بین علما روی اون گره شناوره هنوز دعواست که میبینید بعضی وقتا 4 تایی میشه، به خاطر اون گره شناوره هستش و هیچ ایرادی نداره و معمولا گره های شناور به سطح 333 نمیرسن و فکر کنم طبق ابجد هم الله، البته بسم الله الرحمن الرحیم میشد 786 اگه اشتباه نکنم و الله هم میشه 66، یعنی اصلا کلا خود 66 شیطانی نیست، اگه هم هست آفریده الله هستش و خود الله ابجدش میشه 66. اصلا اون چیزایی که گفتیم همه رو فراموش کنید و برگردیم به، حالا میگن خرافاتی هم شد و اینجا
این تری درایوی که داره میزنه، وقتی قیمت این درایور رو تکمیل کرد، شما میتونید بیاید با استاپ هانتر درایور 2 هم وارد بازار بشید. اما اگه این اتفاق نیفتاد، قیمت زمانی که میاد و این تریگر لاینی که اینجا دارید با LQ بار، LQ باره اونوری بود، داره لیکویدیتی باره، این وکسلریه میاد این رو برکوت میکنه، اون زمان یک اینجایی که داره میاد استاپ هانتر میکنه یک گره ایجاد میکنه، برمیگرده و این گره‌ای که به عنوان در واقع آخرین گره هستش اینو میبینه و حرکت میکنه. این همون FTCA میشه و ان شاء الله تعالی قیافه شبیه هدن شولدر شد. ما در مورد رفتار حرکت در گره های معاملاتی آخرین جلسه در مورد QM و تریگرمن هم صحبت میکنیم. اونایی که ویدیوهای 3 سال 4 سال پیش رو دیدید، تریگرمن همون فیشرمن هستش، به خاطر این اسمش رو عوض کردیم که با بحث دیدگاه آقای مارک فیشر توی سشن ها قاطی نشه و این الگو و رفتار حرکتی در واقع گره های معاملاتی رو در آینده در خدمت شما خواهیم بود. و اما وقتی شما یک حرکت اسپایک دارید، انتظار دارید که قیمت درایورهاشو کجا تموم کنه و به کجا برسه. یه سایتی که اینجا بود بیایم یه مقدار در مورد همین حرکتی که وجود داره، حرکت اسپایکی که در واقع اسپایک بیسی که در واقع اومده در نظر گرفته و برای خود حرکت ببین درایو 1 درجه زدن 1 2 3 بالا و ریزش که به صورت فلگ هستش و این اون گره شناوره هستش، گره شناوری که اتفاق میفته. حالا اینجا به عنوان اسپایک بیس اینو در نظر گرفته که ما این یکی رو در نظر میگیریم. عذرخواهی میکنم، اما برای این حرکت فیبو رسم کرده و لول 161.8 اکسپنشن اکستنشن نمیدونم از اینا رو استفاده کرده که هم زمانی داره با هم قیمت هستش با این در واقع بیسی که اینجا اتفاق افتاده. یک دراپ، یک ریزشه، یک چی بود؟ دراپ بود دیگه، درست گفتم. یک دراپ بیس دراپی که اینجا اتفاق افتاده و یک بار قیمت اومده اول گره رو دیده، ادامه حرکت هنوز این گلفش نکرده تا زمانی که این گلف نشه. ببینید دفعه بعد تا زمانی که این گلف نشه هنوز به قوت خودش دیدگاه سفارشش باقی هستش. اما ما چجوری استفاده میکنیم این بحث استفاده از فیبو رو؟ اینو من ببندم ببینم پایینتر، همون بحثه. و اینجا هم گره‌ای که در واقع این گره شناوری که هستش و یکی دوتا باید یه دونه سه دیگه هم اتفاق بیفته. اما اینجا و این گره یه جورایی توی بحث شکست ها میتونه جزء همون گره هیدنمون هم محسوب بشه. اینجا رو میتونید برید خودتون مطالعه کنید و ببینید که اتفاقی که داره میفته تقریبا شبیه به بازار همینه دیگه، هیچ چیزی خارج از این نداره، شبیه به همین حرکتی که ما الان داشتیم اتفاق افتاده. یکی دو تا سه تا اومده و همین 5 تا و ادامه حرکت. اما برگردیم، اینا رو دیگه خودتون برید بی زحمت نگاه کنید، بخونید، مطالعه کنید و من اصلا اینو ببندم و برگردیم اینجا. شما توی بحث اسپایک ها برای بیس ها دیگه نمیایم و اون آقازادی چی بود، مثلا بگیم که این حرکت بیسی که اینجا هستش برای این بیایم فیبو ترسیم کنیم. فیبوهای من که اصلا اون لول ها رو نداره، ولی ما یه کار دیگه انجام میدیم. این که کجا بود؟ اینجا، نه این نبود، این یکی. هم اینجا رو یه ذره خونه تکانی کنیم. این یکی. خب و شما دو تا انتظار دارید، دو تا لول دارید که در واقع
قیمت تا اونجا برسه. یکی این که وقتی میاید برای این حرکت اسپایکتون این آقازاده درایور رو ترسیم میکنید، اون موقع یک کپی ازش بگیرید، 1 2 3 یه دونه مشترک دارید. اگه خاطرتون باشه یه دفعه صحبت 1 3 5 2 شد اگه اشتباه نکنم، 1 2 3 4 و 5. انتظار اصلی کجاست؟ این هستش که قیمت خودش رو به 5 تا برسونه. این که چرا 5 تا هستش؟ مگه ما نداشتیم که یک حرکت 3 تا حرکت و یه دونه اصلاح؟ بعضی از دوستان اومدن تو اون پرسش گفتن که به خاطر اینکه اینجا مثلا 1 2 3 بعد دوباره 1 2 3 هستش. نه، یا اینا که همه صحبت کردیم، یا اینکه در تایم های بالا همه اونا درست بود، ولی موضوع اصلی این هستش که شما بحث استاپ هانتر رو ندید گرفتید. بازار همیشه یک سطحی داره اینجوری که اگه این باکس رو ما حساب کنیم که 3 تا حرکت هستش، این باکس رو حساب کنیم که 3 تا حرکت هستش، یه دونه از این فیبو 3 تا حرکت هستش، بازار میتونه یه دونه حرکت بالاتر استاپ هانتر کنه، محدودشه دیگه، میتونه بره اونجا به اندازه یه دونه گام جز محدودشه، و یه دونه میتونه پایین استاپ هانتر کنه، یعنی بشه 1 2 3 4 و 5. این سواله که اونجا مطرح شد جوابش در همین بحث استاپ هانتر در دو طرف لول هستش، و بنابراین اینجا رو یه دونه شما میتونید استاپ هانتر در نظر بگیرید، اینجا هم یه دونه استاپ هانتر. پس لول اصلی این 5 تا حرکت این هستش، اون بالا میشه SO4 میشه استاپ هانتر، و بعدیش کجاست؟ این یکیه. این میشه ناحیه اصلی و محدوده اصلی، واکنش و واکنش. چجوری میخوایم به دست بیاریم؟ خب مشخصه دیگه، یک حرکت اول رو که دارید، گام های حرکتی اسپایک شما به دست میاد، و بعد از اون شما میاید اینا رو چرا نمیگیره دلیت کنه؟ این دلیت، یا الله، ویدیو 1 ساعت و 7 دقیقه. فکر میکنم که حجم ویدیوها یه کوچولو بالا رفت. دعا کنید که هنگ نکنه و نپره این همه صحبت کردم. خب و اما این یه دونم دلیت. حالا پس 2 تا انتظار گفتیم، 2 تا ناحیه داریم که در واقع انتظار حرکت ما هستش. یکی لول بعد از این 3 تا، لول 4 منهای 1/3، یعنی برای این حرکت هم شما مجددا یه دونه چی ترسیم میکنید؟ شیبو ترسیم میکنید. و سطح اصلی که انتظار داریم قیمت اینجا رو بیاد درایو 1 درایو 2 درایو 3 بزنه، این ناحیه هستش. این هم سطح اول، و همین کار رو برای 5می انجام میدید و یه دونه دیگه از اینا ترسیم میکنید از اینجا تا این پایین، و انتظار حرکت رسیدن در واقع برای درایو بعدی. بعضی وقتا ممکنه قیمت با 3 تا درایو خودش رو به این سطح برسونه، و بعضی هم ممکنه 5 تا درایو، ولی یکی از اونا اینجا اگه 3 اینجا تشکیل شد و نتونست ادامه حرکت بده، پس تپس تشکیل بشه توی سی پی تپس، درایو ناحیه‌ای که در واقع درایو 5 انتظار داریم تشکیل بشه اینجا، و ادامه حرکت صعودی. در واقع این میشه استفاده از گام‌های حرکتی در اسپایک. و فکر میکنم تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه همه رو گفتم و حجم ویدیو هم بالا رفت. امیدوارم که چیزی جا نمونده باشه، و اگر هم جا مونده که دیگه به بزرگواری خودتون میبخشید. سعی میکنیم که انشالله در پرسش و پاسخ ها اگه یه وقتی نکاتی جا مونده رو اونجا خدمت شما عرض کنیم. بنابراین ترکیب این جلسه
این که شما یک حرکت شارپ با مومنتوم دارید، قیمت میاد اولین برگشتش رو میزنه و ببینید یک حرکت شارپ با مومنتوم اولین برگشتی که اتفاق میفته شما دست به ترسیم میشید و یه دونه کپی از این میایید کجا؟ میایید اینجا و اون موقع برای سطح داخل این در واقع چهارمیه هم یه دونه دیگه این میشه یکی از اون نواحی که انتظار دارید قیمت بیاد و این ناحیه رو تاچ کنه و ادامه حرکت رو داشته باشه و حرکت درایو 1 درایو 2 درایو 3 به صورت دیگه فاصله. ببینید پیوت ها از همدیگه فاصله گرفتن دیگه به صورت سی پی درایو نیستش، اما قیمت زمانی که داره برمیگرده میاد و درایو 1 رو میبینه و میره برای درایو های بعدی 1 2 3 این پایینتر 4 این مثلا 5 و میتونید به اون حالت هم بشمارید و به صورت مجزا هم اگه خاطرتون باشه گفتم در دل خود این حرکت ها هم بعضی وقتها شما درایو های دیگه ای دارید. یه دونم اینجاها بود، یک حرکت شارپ با مومنتوم، این که میگم اینجا بود صحبت این بود که مثلا اینجوری، البته چیز خاصی نیست، مثلا میتونید یه دونه F9 بزنید بدون